آیا مرتب کردن تخت بعد از بیدار شدن واقعا باعث موفقیت میشه؟ پشت پرده یکی از معروفترین عادتهای صبحگاهی چی هستش؟ سلام، من امیرحسین عزتی هستم. به کانال ارزیران خوش اومدید. احتمالاً این جمله رو شنیدید: اگر میخوای دنیا رو تغییر بدی، اول تخت خوابت رو مرتب بکن. یک جمله ساده، کاری که شاید 1 دقیقه بیشتر طول نکشه، اما به یکی از معروفترین توصیه‌های دنیای موفقیت تبدیل شده. خیلی ها میگن صبح که تختت رو مرتب میکنی، اولین کار روزت رو با موفقیت انجام دادی. اون موفقیت کوچیک باعث میشه که برای کارهای بعدی آماده تر بشی. روزت منظم تر میشه، احساس بهتری پیدا میکنی و حتی شاید در بلند مدت هم موفق تر بشی. اما آیا واقعا چنین چیزی از نظر علمی درسته؟ آیا واقعا یک تخت خواب مرتب میتونه روی کیفیت کل روز ما اثر بذاره، یا فقط یک جمله انگیزشی ساده است که بیش از حد جدی گرفته شده؟ برای جواب دادن به این سوال سراغ پژوهش‌های روانشناسی در رابطه با پیروزی‌های کوچک، انگیزه، خودکارآمدی، عادت و پیشرفت روزانه رفتیم. و امروز قرار نیست فقط بگیم تختت رو مرتب کن، چون آدم‌های موفق این کارو انجام میدن. می‌خوایم ببینیم اول از همه این باور اصلاً از کجا اومده. دوم، اینکه چرا یک کار به این سادگی میتونه روی رفتارهای ما که بعد از اون اتفاق میفته اثر بذاره. و سوم، علم در رابطه با این موضوع چی میگه. و در نهایت، آیا واقعاً ارزشش رو داره که این کار رو انجام بدیم و به روتین خودمون اضافه بکنیم، یا اینکه اصلا کاربردی نداره؟ پس بریم سراغ یک موضوع ساده، ببینیم که آیا واقعاً این تخت ساده میتونه زندگی ما رو متحول بکنه یا نه. همه چیز از یک سخنرانی معروف شروع شد. سال 2014 ویلیام مکریون، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی و فرمانده سابق نیروهای ویژه در دانشگاه تگزاس، یک سخنرانی معروف انجام داد. موضوع سخنرانی در رابطه با 10 درسی بود که اون از سالها فعالیت نظامی خودش یاد گرفته بود و اولین درس اون چی بود؟ تختت رو مرتب کن. مکریون توضیح میده که در آموزش‌های نظامی سربازها باید روز خودشون رو با مرتب کردن تختشون شروع بکنن. چرا؟ چون این اولین وظیفه خودشون هستش. یک وظیفه بسیار ساده. وقتی اون رو کامل میکنن، روزشون رو با انجام کاری شروع میکنن. بعد میتونن سراغ کارهای بعدی برن. این ایده بعداً در کتاب میک یور بد هم مطرح شد و به مرور یک برداشت بسیار بزرگ از اون شکل گرفت که اگر صبح تختت رو مرتب بکنی، روزت هم بهتر میشه. اما اینجا باید یک مرز مهم بکشیم. مکریون داشت در رابطه با یک درس زندگی صحبت میکرد. پس اگر بخوایم علمی نگاه بکنیم، باید سوالش رو کمی تغییر بدیم. نه اینکه آیا تختت مرتب باشه باعث موفقیتت میشه، بلکه باید بپرسیم که آیا انجام یک کار کوچیک کامل شده در ابتدای روز میتونه روی رفتارها و ذهنیت ما در طول اون روز اثر بذاره؟ و این سوال اتفاقا خیلی هم جالبتر میتونه باشه. قدرت یک کار کوچیک چطور هستش؟ فرض کنید صبح از خواب بیدار شدید، گوشی رو برمی‌دارید، پیام هاتون رو چک میکنید، شبکه‌های اجتماعی رو باز میکنید و قبل از اینکه حتی از تختتون بیرون بیاید، چند دقیقه یا حتی 1 ساعت مشغول کار دیگران و دنیای دیگران میشید. حالا یه سناریوی دیگر رو بررسی بکنید. از تختتون بلند میشید، پتو و بالشتون رو مرتب میکنید و این کار ممکنه که فقط 1 دقیقه طول بکشه. اما اینجا یک تفاوت وجود داره. در سناریوی دوم شما تصمیم گرفتید که اون رو اجرا بکنید و اون هدفتون رو انجام بدید. اینجا دقیقاً همون مفهوم جالبی هستش که تو روانشناسی بهش میگن small wins. پیروزی کوچیک دقیقاً یعنی چی؟ پیروزی کوچیک یعنی پیشرفت قابل مشاهده و دستیابی شما به یک هدف که یک قدم جلو رفتید. مثلا اگر قراره که یک کتاب 200 صفحه‌ای رو بخونید، تمام کردن یه فصل خیلی کوچیک از اون یک پیروزی کوچیک میتونه باشه. اگه میخواید یک کسب و کار راه بندازید، تمام کردن اولین قسمت از اون پروژه یک پیروزی کوچیکه و مرتب کردن تخت در مقایسه با اینها بسیار کوچیکه. اگر انجام هر کار کوچیکی باعث موفقیت میشه، پس چرا مثلا بستن کفش، پوشیدن کفش یا صبحونه خوردن رو به عنوان راز موفقیت معرفی نکنیم؟ بالاخره اونها هم کاری بودن که انجام شدن. چرا تخت؟ چون ارزش اصلی این کار احتمالاً در خود مرتب کردن تخت نیست، بلکه در چیزی هستش که این رفتار میتونه نماینده اون باشه. شروع یک روتین. تخت میتونه یک لنگر برای صبح باشه. تصور بکنید که هر روز یک ترتیب خاصی رو برای خودتون دارید، یک ترتیب مشخص. بیدار شدن، مرتب کردن تخت، شستن صورت، آب خوردن، ورزش کردن، صبحانه و شروع کار. حالا مرتب کردن تخت اولین حلقه این زنجیر است. این همون جایی هستش که بحث مرتب کردن تخت به بحث عادت‌ها وصل میشه. عادت‌ها معمولاً وقتی راحت‌تر شکل میگیرن که رفتار در شرایط و موقعیت‌های نسبتاً ثابت تکرار بشه.
در این حالت یک اتفاق یا موقعیت میتونه تبدیل به یک نشانه برای رفتار بعدی ما بشه. حالا بخوایم یک فکت علمی دیگر رو بررسی بکنیم، عادت فقط تکرار نیست. در مطالعات مربوط به شکلگیری عادت، چیزی که اهمیت داره فقط تعداد دفعات انجام یک رفتار نیست. زمینه و موقعیتی که اون رفتار توی اون تکرار میشه هم اهمیت داره. یعنی اگه هر روز بعد از بیدار شدن تختتون رو مرتب بکنید، به مرور این دوتا رفتار میتونن به همدیگه مرتبط بشن. پس مزیت احتمالی مرتب کردن تخت این نیستش که تخت مرتب مغز شما رو تبدیل به یک مغز موفق میکنه، بلکه این هستش که یک رفتار ساده و ثابت میتونه بخشی از زنجیره صبحگاهی شما بشه. اما یک چیز حتی جالبتری وجود داره. فرض کنید که امروز صبح تختتون رو مرتب کردید. حالا یک انتخاب دارید، برگردید سراغ گوشی یا برید سراغ کاری که امروز براتون مهمه که انجام بدید. مثلا 20 دقیقه زبان خوندن یا ورزش کردن یا روی پروژه خودتون کار کردن. شما فقط یک کار کوچیک رو دیگه انجام ندادید. شما دارید یک رفتار رو به رفتار بعدی وصل میکنید. مثلا مرتب کردن تخت، بعدش ورزش و یا مطالعه کردن. در این حالت تخت مرتب دیگه هدف نیست، شروع کننده است. آیا این موضوع میتونه روی اعتماد به نفس ما هم اثر بذاره؟ اینجا یک مفهوم مهم روانشناسی وجود داره، خودکارآمدی. به زبان ساده یعنی من باور دارم که میتونم از عهده کاری بر بیام. خودکارآمدی بیشتر در رابطه با توانایی انجام یک رفتار و رسیدن به یک هدف مشخص هستش. فکت علمی سوم، تجربه موفقیت واقعا مهمه. پژوهش‌های کلاسیک بندرا نشون داد که تجربه مستقیم موفقیت در یک کار میتونه خودکارآمدی رو تقویت بکنه و بر تلاش و پایداری فرد اثر بذاره. پژوهش‌های بعدی نیز رابطه بین تجربه موفق و کارآمدی رو در حوزه‌های مختلف بررسی و تایید کردن. 3 قانون اگر می‌خواید از این روش استفاده کنید رو باید رعایت بکنید. قانون اول، اون رو تبدیل به هدف اصلیتون نکنید. قانون دوم، بلافاصله یک کار مهم دیگر رو انجام بدید. مرتب کردن تخت رو به یک رفتار ارزشمند وصل بکنید. قانون سوم، زنجیره عجیب و غریبی برای خودتون نسازید. لازم نیستش که صبحتون رو با 10 تا کار و عادت بمبارون بکنید. و حالا سوال اصلی اینجاست که آیا مرتب کردن تخت شما رو موفق‌تر میکنه یا نه؟ مستقیم شواهد کافی وجود نداره که این ادعا رو تایید بکنیم، اما آیا میتونه یک عادت مفید باشه؟ بله، برای بعضی افراد. چرا؟ چون یک رفتار بسیار ارزشمند، قابل انجام و تکرار شونده هستش که میتونه به عنوان نشونه‌ای برای شروع روتین صبحگاهیمون عمل بکنه. و آیا این انجام کار میتونه پیشرفت ما رو از نظر روانشناسی و چیزهای دیگه داشته باشه؟ بله، ممکنه. شاید دلیل اینکه این توصیه اینقدر معروف شده این هستش که ما عاشق راه حل‌های ساده هستیم برای مشکلات خیلی بزرگی که داریم. دوست داریم باور کنیم که یک تخت مرتب میتونه یک روز مرتب و زندگی موفق رو برای ما بسازه، اما زندگی به این سادگی ها هم نیست. هیچ کس با مرتب کردن تخت موفق نمیشه. ما آدم ها میتونیم با 10 ها رفتار کوچیک و درست که هر روز تکرار میشن کم کم زندگی متفاوتی رو برای خودمون بسازیم. و شاید مرتب کردن تخت فقط یکی از اون رفتارهای بسیار کوچیک اون باشه. اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. اگر به موضوع دیگه ای علاقه دارید میتونید توی کامنت ها بنویسید تا ما در رابطش بررسی بکنیم و ویدیویی قرار بدیم. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.